خبر فوری داریم. خبرهای بی‌اساس درباره منع ریش و حجاب در تاجیکستان. دوستان رولики که من گذاشته بودم نو به زبان روسی متاسفانه که روسیم خصوص نیست. بسیار کامنتاری ها از جانبی بچهای خودمون گپای قبیح بعدا در دیگه ملت‌هایی که همین اینفورماسیون неправильно پان کردن بر زبان خودشون دیگه بلوگرها برای خایپ لایک قور بالاشون ملت خودمو وطن خودمو پسند شده. من چی معنی گفتنیم؟ من 2 سال پیش حوزه رولیک میمونم تماشا کنید. 2 سال پیش خیزی گاب زنی اککو در این طرف گاب زده او بدبختی اخرانی خیز زنی توجیکا ما ترس سیامکا کنم و 3000 سوم تا 5000 سوم شراب میکنن خواب کرده هنده ای بارتاش خواب کرده او زنک در درنی بزرگی صدا چی بود کاروان بود گیجا او زن مادر قپید خودش یک موش لیچ وقتی گاو میزنه وقتی زن مادر یک کس گاو میزنه نسبت سطر حجاب باید خودش لباس ملی یعنی که سطر حجابی تاجیکی داشته باشه. اصلا سطر حجاب از مسلمان است اما که تو میخوای که سطر محکم کنی اول خودت محکم کن بعد بگو مادر جان این لباس ملی ما هسته این چونین پوشانده شود خودش صرف لید موهاش کشال که موهی زن فرض باید پوشانیش و نبینه موی زن یک کسی یک خیلی خیسته کمپیر بیچاره دام تو قبدگی من کور کنه دارم اما علامت میکنه دا ایش خب کرده دا ایش خب کرده این همشوخی بعد هر گیجا چیکار میکنن نیش میزنن پول میزنن برای مادران تاجیک برای ملت تاجیک ملت سربلندم دعا کنه پروردگار از این مشکل همه مرا مردم. من یک بلاگر هستم من عقیده و فکر شخصی خودم گفتم من با دیگرها کار ندارم. این زبانی که گفته شده چی میگه از نام یک نفر گفته شده از نام بابا جان 88. من خودم در روسیه هستم مهاجرت هستم دعا میکنم پروردگار ملت ما آباد و سربلند باشن هیچگاه جنگ جنجال نبینیم. شخصانی که برای سطر حجاب گاو میزنه اول خودتون برای اصلاح کنه فهمیده. شخصانی که دازی بالنسا میقپه شخصانی داداری بزرگ میقپه بعضی بانم ملیسه ها میقپه رید میکنه شخصایی که خط تو رید میبره زنهای میبره البته که مثلا کارگری امنیت هستن ملیسا هستن مدارا رو میقپه مشروط کمی فروی اول همون رختشون لباسی سطری تاجیکی کنیم مثلا میگیم همچنین با بیوم میگه که بیوم چه خیلی میپشون انا همچنین محکم کنی بعد بگه که انا همچنین یک نشانه قطعتون بره خودشون سرش لیت ایدر اونجا کشته است البته جوانا سرشو بیرون میشه. رولیک دیده 2 سال پیش وقتی همین اخرانی که احمق خودسرانه خیس زنکا را منع کرد یعنی که چیکار کرد نمون بدرویم با سطر حجاب این بابا جان 2 سال پیش خیس گپ زد. من با دیگه بلوگرها کار ندارم من کردم با خاطری خودم میکنم. وقتی میبینیم که در حقیقتا فتنه من نمیگم که در جای خیس با سطر نمیمونن در جای ریشه نمیتراشن اما فتنه که حاضر گویا حاضر وطن خودم قانون برآورده سطر حجاب معنی است. من با همون خاطر این ویدیو را کردم. یک خیلی بدبختی بدن نعلتی لعنتی خدا به خبری دشمنی وطن من در ایران بودم نو فتنه در وطن همزبانی ما کشور ایران شدگی است از روی خائنای درونشون است. چقدر مرده و وطن فروش نشه بین خودمون بحث میکنیم جنگ جنجال میکنیم اما در دیگه ملت ها که میشه وقتی حرکت کنه که پس نزنی وطن خودمون. ای مردم من بد میبینی من بلوگرم بد میبینی کی چی کامنتاری بد مینیسه ما میگم تو من نامم بابا جان من شخصی هم که انشالله با قدر امکان حقیقت بینم خب نمیکنم. 2 سال پیش اون همو اخرانی که باید زنه که یا مادر گره در بازار و یا دختر یک قپیده بود باید زنه که گره در اتوبوس گفته بودم من خواستم در همون رولی گپ زده بودم 2 سال پیش بعد دیگه بلوگرها باز کار ندارم اما امسال این حاضرش به خاطر فتنه که حاضر شده گویا اما بعضی بلوگرهای خودمو میگن هم بی‌طرفی بی‌شرفی است. حاضر خیلی ویدیو من ویدیو نه اکه شهرام است که ژورنالیست همه پانک فتنه است با یگان راه نشید وقتی سطر حجاب میگیم تاجیکا ما مسلمان الحمدلله از دیگر ملت رو پس نزنیم در مسلمانی سختیم که او فتنه میشه گفته به واسطه حجاب که گویا تاجیکستان با حجاب منع کرد گویا تاجیکستان ریشه منع کرد مردمش بشورونن شگرانه آبادی کنی مسجدها هستن
آبادی هست، آزادی هست، آرامی هست. دنیا روسیه پرقدرت در جنگ داره، امریکا جنگ داره، کشور ایران پرقدرت جنگ داره. خداوند یعنی تنجیه بیارد به این وطن را، به این دولت را. اما شکرانه تنجیه کنه. والله من به خاطر خدا ویدیو کردم. من یکم کس نفهمید. من خدا گفتم که فتنه وقتی فتنه هست، در دوره فتنه خب کردن در کار نیست. دیده سودی که وطنی آرام آزاد به پدر و مادر گام میزنی، فتنه رفته است. باید گپ زنیم. هر یک کسی ما اگر یک نقطه گپ زنیم، این برای ما یک بهبودی میشود. دور نیسته در این حالت و بی‌طرف نبسته در این حالت و گپ زنی که فتنه است. برادر ما مسلمانیم الحمدلله. از جناب اولی سرکرده تا 99 فایز وطن مسلمانیم الحمدلله. یک خیلی در زیناخانه این در دیسکتک این پاد درماده کامنتری بد نوشته. پاد آخی بیا خداوند همه هدایت کنه، وطنی ما را تنجید کنه، وطن ما آرام کنه، شکرانه کنه، در فتنه و گرفتار نشه. برادر عزیز، من نمیگم ریش نتراشیدن، من نمیگم که سطح نگرفتن. 2 سال پیش همین کارا شیده بودن، نمیدونم حساب کدام حالتاش بود. در این حالت کارگرای ارگان هم گناهکار بودن، ای بیس مسئولیتشون هم اخرانیکای بلنسه ها هم بودن. من لیش نگفت زدم مثلا پیشتر گفته بودم. اما خوازی این چونی نیست. این فتنه را باید پیش رخش گرفت که اجازت نتیم دیگر دولت ها نسبت وطن خود مقام بزنن. اجازت نتیم شخصایی که دشمنی وطن، ناآرامی وطن میخواهند گپ زنن. مقصد هم میخواد به خاطر خداوند همه امرانی گپ ما شو وطن ما آرام کنه. این کسی کامنتری بعد می‌نویسه ما دلیلش نمیکنم. خداوند هدایت کنه. روز قیامت در کامنتات جواب میده. السلام علیکم. خبر فوری داریم. خبرهای بی‌اساس درباره منع ریش و حجاب در تاجیکستان. کمیته دین خبرهای رسانه‌های خارجی را کهنه و بی‌اساس خواند. در چند روز اخیر در رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی بحث‌ها درباره گویا منع ریش و حجاب در تاجیکستان دوباره پخش شدند. بر اساس این ادعاها گویا در کشور قانونی نو قبول شده برای گذاشتن ریش و پوشیدن سطر و حجاب محدودیت‌های نو جاری گردیدند. اما تا کجا این خبرها واقعیت دارند؟ کمیته دین تنظیم جشن و مراسم و تنظیم عنعنه‌های ملی تاجیکستان این نوازها را رد کرده اظهار داشته است که در کشور قانونی نو برای منع ریش یا حجاب قبول نشده است. مسئولان این نهاد میگویند که بعضی رسانه‌های خارجی معلومات کهنه را دوباره با سرلمحه‌های بحث برانگیز نشر کردند. باید گفت بحث لباس و ریش در تاجیکستان موضوع نو نیست. سال 2024 با قانون تنظیم جشن و مراسم تغییرات وارد شده، واردات، فروش و ترغیب لباس‌های با فرهنگ ملی بیگانه محدود گردید. اما در قانون مشخص نشده است که کدام نوع لباس به این مفهوم داخل می‌شود. تا حال مقامات میگویند که خبرها درباره قبول قانون نو منع ریش و حجاب اساسی واقعی ندارند.